بازنویسی فصل 9 کتاب شفای زندگی با موضوع بخشش و رهایی و بازگشت به عشق به همراه جملات تأکیدی مثبت و مدیتیشن. سلام به همراهان خوب کتابخانه ملکا. امروز با یکی از عمیق ترین مفاهیم زندگی روبرو می شویم. بخشش. بخشش نیرویی است شفاگر، رهایی بخش و نیرومند. بخشش پلی است میان رنجش و آرامش. در این مسیر می آموزیم که چگونه از درد گذشته بگذریم، خود را سبک کنیم و به آغوش عشق بازگردیم. پس بیایید با نفسی عمیق آغاز کنیم. چشمها را ببندید. نفسی آرام بکشید و خود را آماده سفری آرام و عمیق سازید. بخشش چیست؟ بخشش به معنای پذیرش رفتار نادرست یا آسیب زننده دیگران نیست. بخشش یعنی انتخاب می کنیم که دیگر درد گذشته را با خود حمل نکنیم. انتخاب کنیم که زخم‌های گذشته را مرهم بگذاریم. انتخاب کنیم که بارها و بارها به سوی آرامش بازگردیم. وقتی نمی بخشیم ذهنمان زندانی گذشته می شود و جسممان بهای سنگین این زندان را می پردازد. برای یک مثال ساده می توان گفت تصور کن وزنی سنگین را بر دوش گرفته ای و هر روز با آن راه می روی. با هر قدم شانه هایت خمتر می شود. نفسهایت کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می شود. بخشش یعنی رها کردن آن وزنه برای ایستادن، نفس کشیدن و نگاه کردن به آسمان. بخشش خود. آیا تا به حال خودت را بابت اشتباهی قدیمی سرزنش کرده ای؟ آیا گاه شبها با یاد اون تصمیم، آن حرف یا آن سکوت خوابت نبرده؟ بخشش خود یعنی پذیرفتن انسان بودنمان. یعنی دانستن این حقیقت که در هر لحظه با آگاهی و توان همان زمان بهترین تصمیم را گرفته ایم. برای انجام یک تمرین ذهنی میتونید با ما همراه باشید. در سکوت چشمانتان را ببندید. تصویر خودتون رو در گذشته ببینید. در زمان یک اشتباه، در زمان یک تصمیم یا حرف غلط، در زمان یک سکوت نابجا.
به آن نسخه از خودت لبخند بزن و بگو من تو را میبخشم. تو انسانی بودی در حال تجربه و آموختن. خودت رو در آغوش بگیر و به خودت لبخند بزن. من تو را میبخشم. تو انسانی بودی در حال تجربه و آموختن. این تمرین رو بارها و بارها با خود تکرار کنید. بخشیدن دیگران. بخشش دیگران گاه دشوارتر است، اما لازم است بدانیم ما دیگران را برای آرامش خودمان میبخشیم، نه برای آنها. شاید آن فرد حتی نداند که ما رنجیده ایم، اما خشم و کینه همچون زنجیری به دست و پای ما بسته شده است. بخشش کلیدی است برای گشودن این زنجیر. با هم همراه میشیم برای تمرین تصویری. چشمهاتون رو ببندید و نفس عمیق بکشید. کسی رو که میخوای ببخشی تصور کن. پدر، مادر، برادر یا خواهر، معلم، همسایه، دوست یا آشنا. شاید چهرهش تار باشد، مهم نیست. در ذهن بگو من تو را میبخشم. تو را به نور می سپارم. تو آزادی و من نیز آزاد می شوم. من تو را می بخشم. تو را به نور می سپارم. تو آزادی و من نیز آزاد می شوم. چرا بخشش دشوار است؟ گاهی زخم‌ها چنان عمیقند که بخشش به سادگی ممکن نیست. گاهی دردها بارها و بارها به ذهن باز می‌گردند. بدان که این طبیعی است. بخشش یک فرایند است. ممکن است امروز بخشی از بار را زمین بگذاری و فردا باز کمی از آن را. صبور باش، مهربان باش با خودت و با مسیرت. زنی که سالها با خشم از پدرش زندگی کرد، روزی تصمیم گرفت در دل بگوید من میخواهم تو را ببخشم. در ابتدا خشم بیشتر شد. زخم‌ها بیشتر سوختند و گناه بیشتر در دل زن رخنه کرد. اما با تکرار کم کم آرامش جای آن را گرفت. اثرات بخشش بر زندگی ما. بخشش سلامتی را به جسم ما باز می‌گرداند. آرامش را به ذهن هدیه می‌دهد و عشق را دوباره به قلب دعوت می‌کند. آدم‌هایی که می‌بخشند سبکتر زندگی می‌کنند. چهرهشان آرامتر است،
چشمهایشان شفافتر است و قلبشان گشوده تر به سوی زندگی. تأکیدات مثبت برای بخشش. این جملات را تکرار کنید. گاهی در روز چندین بار با خود مرور کنید. من خود را می بخشم. من دیگران را می بخشم. من درد گذشته را رها می کنم. من شایسته آزادی و آرامش هستم. امروز بار رنج‌ها را زمین می‌گذارم. ذهن و قلبم را به نور می‌سپارم. من از عشق سرچشمه گرفتم و به سوی عشق باز می‌گردم. در اتاقی آرام و بی صدا بروید. چشمانتان را ببندید و خود را به آرامش دعوت کنید. چند نفس عمیق بکشید. هر دم و بازدم شما را سبکتر می کند. با هر بازدم دردها را بیرون دهید. با هر دم نور و عشق را به درون بکشید. با خود تکرار کنید: من آرامم. من سبک هستم. من گذشته را رها کردم. من در نور بخشش غوطه‌ورم. من آرامم. من سبک هستم. من گذشته را رها کردم. من در نور بخشش غوطه‌ورم. بخشش سفر بازگشت به خویشتن است. سفری برای باز کردن دروازه‌های قلب. سفری برای سبک شدن، رها شدن و بازگشت به عشق. امروز با عشق می بخشم و با عشق آزاد می شوم. این تمرین رو انقدر تکرار کنید تا گذشته را رها کنید و ببخشایید. شنوندگان محترم کتابخانه ملکا، ممنون که ما رو همراهی می کنید.